دادگاه نویه کوزمینک شهر مسکو ماه ایون زاده تاجیکستان بلال بدالوف را با جرم سوء قصد به کشتار به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. طوری از مواد پرونده برمی آید بدالوف مثل اتلا که محبوبش دزدمان را از سر رشک کشت رفتار کرده. از نهایت رشک محبوبه 30 سالش را جزای سخت دادنی شد. او را آتش زده است. دادگاه میگوید بلال بدالوف ماه سال 2020 به سر و روی جوانزن بنزین ریخته او را آتش زده است و سپس از جای حادثه فرار کرده است، ولی قصد کشتار ناتمام ماند چون که زن توانست آتش را فرو نشاند و جانش را از مرگ نجات دهد. او را با سوختار 42% بدن در حالت شوک بستری کرده بلال بدالوف را با اتهام سوء قصد به کشتار بازداشت کردند. بلال بدالوف در رفت تفتیشات و مرافع اتهام به ضدش اعلان شده را قسما به گردن گرفته در توجیه خود گفته است که جوانزن به وی خیانت کرده چاره بجز از انتقام برایش باقی نگذاشت. این نخستین مورد کشتار یا قصد کشتار همسران روس از جانب زادگان تاجیکستان نیست. پایگاه خبری بامداد اخیرا خبر داد که تشخیص روانی یک مرد 27 ساله زاده تاجیکستان و ساکن شهر پرمی روسیه را که در قتل بیرحمانه همسر حامله و پدر عروسش عیبدار می شود سالم برآورده اکنون به او برای کشتار این 2 نفر و کودکی که در بطن همسرش بود حکم ابد تهدید می کند.